سلام رفیق، امیدوارم عالی باشی. خیلی خوش اومدی به یه ویدیو جدید از کانال مستر استالر. امروز قراره توی این ویدیو در مورد یه ایردراپی با هم صحبت بکنیم که به اصطلاح یکی از ویدیوهای اینستاگرامی نیست در جهانه. پس هر ایردراپی رو تا امروز شرکت نکردی رهاش کن. این یه دونه ایردراپ رو به هر شکل و شمایلی که میتونی باید داخلش شرکت بکنی. دلیلش هم اینه که هم پروژه بسیار عالی هست، هم پارتنرهای بسیار قوی داره و هم پلنهای جذابی داره، ولی هنوز شروع نشده و از 1 جولای کارشو به صورت رسمی استارت میزنه. پس زمان رو از دست ندیم، مستقیم بدون فوت وقت بریم سراغ معرفی این ایردراپ. یه لایک هم به این ویدیو بزن که راه دوری نمیره. خب خوش اومدید دوست عزیزم به ادامه ویدیو. داریم در مورد ایردراپ سیتی هولدر گیم با هم صحبت میکنیم. یه ایردراپ فوق العاده خفن که اصلا کارش اینه که بیاد یه بازی بسیار بسیار خفن و درجه 1 رو راه اندازی بکنی، یه چیزی شبیه به مونوپولی. اگر بازی مونوپولی رو تا الان دیده باشید، شما باید برید خونه های مختلف رو بخرید، مکان های مختلف رو بخرید و هرچی هم که تعداد زیر مجموعه هاتون بیشتر باشه میزان درآمدتون بیشتر هست. ولی برای شروع کار یه دونه زیر مجموعه لازم دارین تا بتونید این همستر هاوس رو دریافت بکنید. هرچی هم که تعداد زیر مجموعه هاتون بیشتر بشه، بر اساس این لولی که اینجا نوشته شده شما میتونید این هاوس رو ارتقا بدید و ارتقاش باعث میشه که هر کسی در آینده بیاد از این خونه شما استفاده بکنه مجبور باشه پول بیشتری بابت رنت خونه شما بده. بازی مونوپولی نمیدونم تا الان انجام دادید یا نه. مدل بازی اینجوریه که شما باید جاهای مختلفی رو خریداری بکنید و هر کسی که از اونجا رد میشه و حالا تاسش میفته و میفته روی خونه شما باید بابتش به شما اجاره بده و هر چی لول اون خونه رو شما بالاتر ببرید، یعنی از یک خونه برسونیدش به یک هتل، اون شخصی که میاد اونجا باید پول بسیار بیشتری به شما پرداخت بکنه، شاید حتی یه پول 10 برابری نسبت به اجاره یک خونه معمولی. پس بنابراین شما کارتون این هست، اول از همه از طریق لینکی که براتون گذاشتم میرید عضو میشید، لول خودتون رو آپگرید میکنید، یه دونه زیر مجموعه میارید، این همستر هاوس رو به دست میارید و منتظر میمونید تا خود بازی که از اول جولای قرار راه اندازی بشه استارت بشه و بعدش من دوباره مجددا یه ویدیو میسازم، مراحل بازی کردنش رو هم به شما خواهم گفت. هم به شما NFT میده، هم به شما توکن میده، یه چیزی ترکیبی از نات کوین و همستر کامبت هست به نظر من، با توجه به چیزایی که من ازش دیدم. بنابراین از این پروژه استفاده بکنید و حتما توش عضو بشید. مرسی که وقتت رو گذاشتی و این ویدیو رو تماشا کردی. امیدوارم هر جا هستی سلامت و پرروزی و پر از برکت باشی. سابسکرایب هم فراموش نشه، لایک هم فراموش نشه. دمت گرم.